دیگر بسید سلام علیکم داملای شریزخان. اولا خداوند شما رو نگه دارد. من طالب علم هستم، از 4 کتاب درس میگیرم. وقتی که درس را گرفتم در خانه با 4 کتاب کریلیکی تیار میکنم. خب با 4 کتاب کریلیکی تیار نکن. دیگر کدام طالب علم هستی؟ نخوان کریلیکی را. کریلیکی را که خواندی تنبل میشی دیگه. خط زور زدن یاد گرفتنش برای شما مشکل میشود. او کریلیکی را یک تای میخونه همه موندگی دیگر. حرف قرآن در ذهن او جا نمیگیره دیگر. جوان ها حرکت کنین، قرآن خواه میشین، قرآن اصلی را بخونین، به خط عربی بخونین. به خط کریلیکی خط خواندن خط قرائت درست نمیشود. در خط عربی در کریلیکی یک ز است، حرف ز. اما در الفبای عربی چی؟ زل، زا، زاد، زغه. 4 نمود است. گاه از میگوی، گاه از میگوی، گاه از میگوی، گاه یا از میگوی. 4 نمود ز است. اگر اینها را تغییر بدی قرائت نادرست میشود. به همین خاطر حرکت کنین، به الفبای عربی یاد بگیرین و به خط کریلیکی نه.